آبانباری نارک، مکان دیدنی و مشهور تاجیکستان. دائم دقت مردم به این جانب است و هر کس می‌خواهد در این مکان تصویرش را بگیرد. اما هفته گذشته همین خواهش باعث جان باختن یک نورس گردید. 26 اپریل نشانه عمرova خواننده صنف نهم مکتب میانه رقم 3 شهر نارک هنگام سلفی از این مکان به دریا افتاد. او یکی از علاقمندان سلفی بود. برای اهل عائله او یادآوری از آن روز مشکل است. پدر را 16 سال پیش جنایتکاران پراندند و سفرماه علی و 3 دختر خود را تنها به وی میرساند. تنها کار میکند و خود را معلومه دارد که همان روزی برایش شوم از خستگی خوابید و دخترش را به نظارت گذاشت. او نقل میکند که قبل از حادثه نشانه 4 بار او را در جای کار خبر گرفت و دلسوزی نموده گفته است تیزتر به خانه بیاید. مادر ساعتهای 7 به خانه برگشته برای رفع ماندگی خفته است. خواب بودم که ملیتسا اومدیم سخت در زده استیم. من گفتم که چیکار باشه تینجی باشه کی خداری مرا وحشیانه چی خیرنگی چی نه همین سخت وای کردن ترسیدم و خیلی یک بار پردم خستم گفتم بیاین بچم و میگه دخترچت کجا تو میدونی؟ گفتم با نمیدونستم. گفتم ما مادرم میدونم دخترچم در کجا. گفت ما میدونم که تو مادری مهنتی و میکنی فقط در کاری. گفت چی؟ گفتم میدونی بچم بچه در خیلی سالمتی. گفتم از یخی بچم ای کار اومدم هم خیلی غفلت خیلی غلطم کرده تینجای بچم. گفت کی وای دخترچت اخی چقدر فامیلی از چه؟ گفتم فامیلیش عمرova گفت نامش گفتم نشانه خیلی سال تولدش گفتم 2001. و این کارمندان مقامات که با رفتارشان به سفرماه خوش نآمدند خبر دادند که نشانه غرق شده است. سفرماه علی و هنوز هم به خود نآمده در حالت شاک قرار دارد. خواهر نشانه سومن عمرova میگوید نشانه عکسگیری را دوست می داشت و گمان نداشت که آن باعث هلاکت او میگردد. در شعبه معارف شهر نارک به رادیوی آزادی گفتند که نشانه همراه یک همسن و دختر همسایه‌اش بعد درس برای عکسگیری به ساحل دریای وخش رفته است. بر طبق اطلاع تفتیشاتی نشانه هفته پیش از مادرش یک تلفن هوشمند تحفه گرفته است و برای سنجیدن توان تصویربرداری آن به ساحل دریا رفته است. شاهدان حال میگویند یک جوان خواسته است نشانه را از دریا بیرون آورد اما مجرای دریا تیز و سطحش بلند بوده است. او نتوانسته است نشانه را نجات دهد. همسنفانش که تیز از احوال تبار نشانه خبر میگیرند از وی به عنوان دختری با آداب نام میبرند. درس همه وقت در درس اشتغال میکرد. دختری خوب ساز بود. 5 روز می شود پیوندان نشانه چشم امید به مقامات تاجیک بستند که درباره جگربندشان اطلاع میدهند. حالا از شیوه جستجوی آنها قناعتمند نیستند. یا میگن که دستی مگو کار نمیشو برین اگر گپ تو بزگره بیاریم بکوین میگه. اداره حالتهای فوق‌العاده به رادیو آزادی گفته است جستجوی نشانه در ساحل وخش ادامه دارد اما به سبب بلندی سطح و مجرای آن قعر دریا را جستجو کرده نمیتوانند. هنوز از نشانه نیست.